یک دو سه چهار. بیاین امال منتظر هستم. منتظر هستم. بیاین خداحافظ. فرمانده احمد شاه مسعود پس از پایان درگیری ها در شمالی، کلیه فرماندهان و قماندانان جبهه مقاومت مستقر در پروان کاپیسا را به منظور نتیجه گیری کلی از نبردها به یک جلسه عمومی فرا می‌خواند. این قماندانان و فرماندهان که زمان با داشتن ارتباط با تنظیم‌های مختلف و در اثر اختلاف سران تنظیم‌ها بسا موارد مواضع دشمنانه در برابر همدیگر داشته‌اند، در تقابل با تجاوز چنان در وحدت به سر میبرند که دیگر وجه افتراقی در آنان نمیتوان مشاهده کرد. بعد تقدیر الحمدلله در جمع اوضاع خوب بوده. تمام برادران خانشان شروع از این طرف نوازد که تازه با مولانا شروع جنگ ها آمدن تا سالی جنرال آمدن تا این سالی ماجی صاحب آمدن در سالی امان صاحب آمدن دیگه برادر شروع کابل ماجی صاحب دریج ای بچه های سنجنره واقعا برای بکنید استاد شدن از این آمدن در اینجا الحمدلله در جمع خوب بوده و نتیجه شمالی که دشمن شکست آمد. از اینکه دیگه نتیجه واضح نیست که دشمن الحمدلله شکست آمد. دیگه اصلا وقت خداوند به همه برادرها توفیق و سفارت بیشتر و عجز خالم نصیب کنه و بازم یادآوری میکنم باز برادرهای دیگه که در قسمت آمادگی هم خود به کار اعلام کردن و آماده شدن و در این یک صدا اما بسیار غنیمت بودن که در این قسم شرایط هم دردی و امنیت احساس داشتن که این قسمت شد اعلام کردن قابل فهم. یا قسمت پروگرام بعدی دشمن بین چند چیز سرزنده است. آیا جنگ دوام بتیجه یا جنگ دوام؟ تصمیم قاطع تاوانی گرفتن نتونست. تصمیم قاطع کلش یک رقم چیز نیست. واحد مزده است و این سر از اون بکرده و سر از اون بکرده و این دوام میزنه